استاد با برنامه ما خوش آمدید. لطفاً میگفتید که وضع فعلی علم در تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر من وضع فعلی علم در تاجیکستان خوب است، با معنا که دانشگاه فعالیت دارند، اکادمی علم فعالیت دارد، یعنی عالمان و محیط ایجادی که برای آنها ضرور است چنین محیط را صاحب هستند، با هم همکاری میکنند. مهمتر آن است که آنها امکانیت دارند با همکارای خارجیشان آزاد رابطه داشته باشند، توسط اینترنت، توسط گذراندن کنفرانس های، سمپوزیوم های، کنگرس های بین المللی آنها رفتار دارند. علمای خارجی اینجا میبینند. همون سمت های علم که ما در طول عصر 20 در آنها صاحب نتیجه خوب شدیم، ما از همین سمت ها ادامه یافته ایستادند. یعنی من گفتم که علم تاجیک همون سمت و پیش رفته ایستاده است که زمینه برای آن داشته باشد. یعنی از این نقطه نظر من حساب میکنم که علم تاجیک زمینه دارد، عنعنه دارد و پیشرفت هم دارد. نتیجه خوب علمی ما داریم. استاد میشود بگویید که سالهای اخیر چی دستاوردهایی بود که تاجیکستان را مثال در عرصه بین المللی معرفی کرد؟ این من اینجا برای شما روی خط کرده نمیتونم. نتیجه خیلی زیادند. من که ریاضیدان هستم، عمرم با ریاضیات سر و کار داشتم. من گفتم میتونم که نتیجه علمی فرض کردیم 10 سال آخر ریاضیدانان با نظر داشتن که امروز ما با همکارای روسیه‌مون خیلی نزدیک سر و کار نداریم و مستقل هستیم. گفتم ممکن است که در مقایسه با 10 سال پیشتر و از اون پیشتر علمان تاجیک نتیجه خیلی خوبتر دارند. نتیجه یعنی چی؟ یعنی مقالاتی که علم تاجیک امروز در مجلات با نفوذترین دنیا چاپ میکند زیادتر هستند در 10 سال آخر نسبت به تا سال 2000 نسبت به سال 90. یعنی ما پیشرفت داریم. البته در بعضی سوها البته کمی ما پسروی هم داریم. برای چی؟ برای اینکه امروز تکنولوژی تحقیقاتی تماما نو ضرور هستند برای اینکه نتیجه که ما در اینجا میگیریم اون رو با همکارای خارجی پیشنهاد کرده توانیم این نتیجه رو در مجلات خیلی با نفوذ علمی چاپ کنیم. باید که او یعنی اسبابای چینکنی که ما داریم اونا باید مطابق باشند با اسبابای چینکنی خارجی. با اسبابایی که سالهای 80 و 70 برآوردگی‌اند ما امروز نتیجه پیشنهاد کرده نمیتونیم. این کمبودی امروزی اساسی ما همین است. زیرا امروز برای مثال میکروسکوپ الکترونی که نرخش 10 میلیون دلار است ما رو داشته نمیتونیم. در این سمت ما البته قفا میرویم و قفا ما ادامه دارد، چون که این گونه اسبابای قیمت رو برای ما هیچ کس خریده نمیتواند. دوم مسئله که ما باید به نظر گیریم، حکومت تاجیکستان کوشش میکند که مبلغ گذاری علم رو نگاه دارد در یک سطحی نگاه دارد، لیکن متاسفانه این مبلغ گذاری کم است. زیاد این مبلغ گذاری برای پوشاندن معاش می رود و برای خریدن لوازمات معاصر علمی این مبلغ کمی می کند. این کمبودی است، کمبودی خیلی جدی است. چی مثال آورده میتونید که دستاورد مثال دیگری که من برای شما آورده میتونم، ما البته ما در شهر دوشنبه زندگی میکنیم. خب در شهر دوشنبه یک مسئله خیلی جدی است، این کارکرد پرتوهای معیشی و صنعتی و کذا این سمت با همکارای خطایی ما کم کار شروع کرده استودیم. ما باید یک تشکیل کنیم، همین خیلی کار تشکیل کنیم که یک سیکل بسته کار کرده این چیزهای ما تشکیل کرده توانیم. خوشبختانه حکومت شهر در این سمت با ما سر کار دارد، همکاری میکند، از ما خودش دور نمیگیرد. ما با شخصهای متصدی در این مسئله گپ زده بودیم. فکر میکنم که در این سمت هم ما باید نه فقط یک مرکز ما مرکز کلان نیستیم، یک 20-25 نفر کارگر داریم. در اکادمی ما دیگر اینستیتوت هستند که این کار با چیز دارند، مراق دارند. فکر میکنم در این سمت هم کار ما پیش خواهد رفت.
با کدوم کشورها حالا ما بیشتر اساساً همکاری با می‌کنید؟ کشورهای اتحاد اروپا سرکار داریم. در دایره یک برنامه با نام گریزون 2020 هوریزون 2020 ما یک پروژه تمام کردیم. حالا کوشش داریم پروژه‌های نو با اونها همکاری کنیم. با اونها همکاری کردن آسان‌تر است، خوبتر است و شرایطش بهتر است. با گذشت این چند سال شما آیا فرقیت در فعالیت اکادمی رو احساس میکنید؟ فکر میکنم که اساساً اون عنعنه‌ای که اکادمی ما در طول سال‌ها داشته است این عنعنه‌ها زنده اند، اینا کار ایستادند. پیش از منم فرض کردیم تحت سروری پرزیدنت اکادمی ما اکادمیک میر سعیدوف کورو بودند، عضو تحت سروری اکادمیک رحیمی کورو هستند. اساساً گفتم ممکن است که اینا پس هم دیگر رفته ایستادند، یعنی اون عنعنه‌ای که ما داشتیم اونا زنده اند و کار پیش رفته ایستاد. البته مخصوصیت ها است، مخصوصیت های هر دوره است، من میفهمم اینا، لیکن اساساً ما کار ادامه داده ایستادیم. من حساب میکنم که اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان بعد از گیری حکومت جمهوری تاجیکستان و پیش از هم البته از حساب پتانسیل علمی که علمان تاجیک دارند زنده است و زنده خواهد ماند. استاد فکر میکنید سرمایه گذاری دولتی برای فعالیت دانشمندان تاجیک کفایه میکند؟ کفایه نیست، لیکن آخر چقدر هست همون قدر است. آخر ما یک کجا میگیریم؟ بودگیشه گرفته ایستادیم. باز تکرار میکنیم که در برابر مبلغ گذاری از حساب دولت ما باید از حساب دیگر سرچشمه هم مبلغ گذاری جلب کرده توانیم. ما باید اثبات کرده توانیم، نشان داده توانیم که علم ما ضرور است، علم ما اهمیت دارد، علم ما یگان برای علم ما یک خریدار موجود است. اینا پیش از خود ما وابسته است. خیلی تشکر استاد. سلامت باشید. تشکر. وقت خیلی کمتر بود. موضوع بپرسم. سلامت باشید.